سال جاری پختکاران ولایت به مساحت بیش از 52,000 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانیده با نظر داشت نامساعدهای هوای اولی فصل بهار و گرمای از معیار بلند فصل تابستان که طلبات بیش از پیش زراعت را به آب پالیزه به میان آورد، حاصل پخت را پخته رسانیدند که جمع آوریش الحال آغاز و روز از روز وسعت می‌گیرد. چنانچه اگر سنه 14 سپتامبر در مقیاس ولایت 976 تن پخته جمع آوری کرده شده باشد، پس سنه 15 سپتامبر 1970 تن طلای سفید جمع آوری گردیده است که این خود گواه وسعت یابی این معرکه مهم ارزیابی می‌گردد. روز گذشته از همه بیشتر در ناحیه باباجان غفور فاصله پخته جمع آوری کرده شد که آن 504 تن و حاصل تا به امروز جمع آورده شده 1701 تن را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات فوری سرریاست کشاورزی در پخته‌زار ناحیه روز گذشته به چینش پخته 4993 نفر سهامداران زمین و 1017 نفر حشرچیان شامل شده بودند. با من 33 گکتار زمین وابسته شده است. از آن 22 گکتار پخته کشته نموده. حاضرانه حاصلش جمع بست کردیم. سال گذشته باشد پخته دوستی کرده بودم. از آن 28 سنتنر حاصل گرفته بودم. امسال حاضر سورت نو مایه کارده. حاضر یک کم چینک 25 سنتنر حاصل گرفتم. و چینکچی ها روز شما 80 کیلو تا 120 کیلو پخته چیدوسیان. خلاصه روز گذشته در چینش پخته همگی 18,000 نفر چینکچیان اشتراک داشتند که از این شماره 1709 نفرشون را حشرچیان تشکیل دادند. یادآور میشیم که جلب سهامداران زمین و حشرچیان نسبت همین روز سال سپری شده 1400 نفر بیشتر است که آن از توجه و کمک و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در این معرکه مهم درک می‌دهد.